از مرگ میندیشو غم ریسک مخور که هر دو به وقت خیش ناچار رسند. با عرض سلام و ادب و احترام یار و دوستان و هموطنان عزیز، در سر سخن به همه شما خوشبختی و به خاندانتان خوشی و خرسندی ها را آرزومندم. امروزها مردم ما را یک چیز در خوف انداخته است: کشتارهای پی در پی شهر کانی بادام، شهر وحدت و دیگر شهر و ناحیه‌های کشور. چه باید کرد برای پیشگیری از چنین جنایت‌های وزنین که نه بنده میبخشد و نه خدا؟ ما مصاحبه کردیم در شبکه صدای امید. در اونجا به همه شما وعده دادیم که برای پیشگیری از مجموعه جنایت‌ها سهم بزرگ خواهیم کرد. شخصانی که این مصاحبه رو ندیدند حتما یک از نظر گذرانید. شما بایگری را در ایمنی و تندرستی بینید، چنانه که پیامبر اسلام درود بر او و آلش میفرماید: ای عافیتمند، تمام آرزوها به سویت میشتابد. حاضر وقت باشین که عمر دوباره نخواهد بود. امید داریم که میتوانیم. امید تالار روح است تا به خود باور دهیم که همه کاری ما اجرا خواهد شد. ما فیلم آماده داریم برای پیشگیری جنایت‌های خودکشی و آدمکشی. باوری دارم و به شما هم با باوری میگویم که شخصانی که به همین گونه جنایت‌ها دست زدن میخواهند یا اینکه دست میزنند، از دیدن این نوار شاید دیگر در ذهنشان هم نگذرد. و اگر شما خواهید به این نوارهای ما سرپرست شوید یا اینکه سهم خود را گذارید، با این رقم ها مراجعت کنید. برای این کار ثواب بیاید سرجمانه ذره هم که باشد ملت تاجیک را از چنین مصیبت ها نجات دهیم. تشکر زیاد برای دستگیری و کمک هایتان. و ما جلب میکنیم دقت شما را به شرکت ثمرالدین. شخصانی که در شهر مسکو و سنت پترزبورگ قرار دارند و میخواهید که سرحد قزاقستان گذر کنید، تنها به شرکت ثمرالدین مراجعت کنید. این برادران 10 سال تجربه کاری دارند، همه روزه در سفر هستند. خود حاضر به رقم‌هایی که در روی نوار میبینید زنگ زنید، از نام برادرتون صدای امید سلام رسانید، به شما کمک میکند. یک اقدام اینه که دیگر داره: شخصانی که یک مرتبه با این برادران سرحد قزاقستان رو گذر کردند، بار دوم 1000 روبل تخفیف کرده می شود. و یک اقدام دیگری دارند، وقتی سفر برادران به شما میگویند: با دلی پر، با باوری.